خیانت آریانا سعید در حق اجمل زهین و جدا شدن اجمل زهین از خانمش. آریانا با اجمل چی کرده است؟ اجمل زهین کیست و در کجا زندگی می کند؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. بازم آمدیم با یک ویدیوی جدید دیگر. امید تا آخر این ویدیو بیننده باشید. آریانا سعید، هنرمند مردمی افغانستان که همه به نام این خانم آشنایی داریم، و اجمل زهین هم هنرمند خوب جوان افغان که امروز نامش در میان جوانان تازه‌کار هنرمند شهرت شده است. آریانا سعید با نشر چند تصویر در صفحات فن پیج خود بر علیه اجمل زهین و بیان این که اجمل در شب سال روز تولد خود با دختران نوجوان انگلیس در حالت شراب نوشیدن است، باعث رنج و درد برای خانم اجمل زهین شده است. این در حالی است که اجمل زهین در اصل شاگرد آریانا سعید بوده. زمانی که اجمل تازه 18 سال سن داشت در برنامه صدای افغانستان اشتراک کرد و آریانا سعید را برای یاوری برای خود تعیین کرد. اجمل فرزند خانه‌خواه می باشد. تحصیلات لیسه را در مزار شریف زادگاه خود به اتمام رسانیده بود. اجمل بعد از ختم پروسه صدای افغانستان چندین آهنگ ساخت و به علاقمندان خود تقدیم کرد. از جمله آهنگ دوری و دوستی اجمل زهین وی را به شهرت رساند. آهسته آهسته اجمل زهین کنسرت‌های مختلف را در شهرهای آسیایی برگزار کرد و سرانجام اجمل زهین با کمک یکی از افغان‌های خیری ما به کشور لندن برده شد. اکنون اجمل زهین در لندن زندگی می کند. وی 3 سال قبل با دختر خاله خود عروسی کرد و ثمره ازدواجشان یک پسر می باشد. اجمل علاقمندی خاصی به نواختن پیانو دارد. وی عاشق سبک‌های مختلف موسیقی از جمله محلی، پاپ و غزل است. اجمل علاقه به رنگ سیاه دارد. وی اکنون به خاطر اختلافاتی که میان خودش و همسرش ایجاد شده، وی در ترکیه زندگی می کند و خواسته برای مدت هم از راه هنر دوری بکند تا همه این سر و صداهایی که در رسانه‌های مجازی نشر شده است خاموش شود. به هر صورت ما برای این جوان موفق کشور آرزوی طول عمر و سلامتی می نماییم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.